در راستای تحولی نوآورانه در زیست بوم فناوری با تکیه بر دانش نخبگانی جوان در مجموعه‌ای دانش بنیان برای رسیدن به پیشرفته ترین الگوهای کسب و کار نوین با پشتوانه سالها تجربه و تخصص گام در مسیری نهادند تا با تأمین مواد اولیه صنایع استراتژیک لوازم خانگی، قطعات خودرویی، صنایع برق و الکترونیک، صنایع بسته‌بندی، ساختمان، نساجی، کشاورزی و لاستیک واژه خودکفایی را معنا کنند. در اینجا اصفهان و استقرار دفاتر تجاری سازی در استانهای تهران، خراسان رضوی، تبریز، البرز و قم نام و آوازه‌شان بیش از 10 دهه است از چرخش چرخهای کارخانجات صنعتی در سراسر جهان به گوش می‌رسد. شرکتی ناماشنا با نام تجاری BCS بسپار شیمی سپیدان، مجموعه‌ای دانش بنیان واقع در شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان که سالهاست با تبدیل دانش و فناوری روز دنیا به ثروت به یکی از بزرگترین بازیگران زیست بوم فناوری و نوآوری کشور تبدیل شده اند. و آنچه سند افتخارشان شده تولید انواع پلیمرهای پیشرفته صنعتی و مهندسی برای نخستین بار در خاورمیانه است. از آنجا که در این مجموعه هدف گسترش زنجیره ارزش تبدیل مواد خام پلیمری و افزودنی به مواد اولیه تخصصی و با ارزش افزوده بالا و صادرات آن به اقصا نقاط دنیا بوده، فضایی به مساحت 44,000 متر مربع با پیشرفته ترین خطوط تولید در 3 کارخانه بنا گردیده تا با تولید سالانه بیش از 75,000 تن انواع کامپاند و مستر بچ‌های پلیمری بخشی از نیاز کشور به محصولاتی با دانش فنی بالا تأمین گردد. نیازی که به دنبال آنند تا با راه اندازی 2 کارخانه دیگر به ظرفیت 120,000 تن در استان مرکزی در چشماندازی روشن به قطب تولید انواع محصولات پلیمری در کشور تبدیل شوند. ایجاد اولین اکوسیستم نوآوری صنعت پلیمر با راه اندازی مرکز تحقیقات و نوآوری محصول، استقرار مجهزترین آزمایشگاه مواد پلیمری با پیشرفته ترین دستگاه‌ها مطابق با آخرین استانداردهای روز دنیا که همه بر پایه دانش و تخصص نیروی انسانی رویده شده، زیرساختی محکم را برای تولید بیش از 380 محصول پیشرفته فراهم کرده که 80 رسته آن به عنوان محصولاتی دانش بنیان با فناوری بالا شناخته شده است. اما در نهایت باید گفت آنچه امروز نام و نشان گروه صنعتی بسپار شیمی سپیدان را نه تنها در جای جای کشور بلکه در سبد صادرات به بیش از 20 کشور جهان طنین انداز کرده، به واسطه داشتن مدل منحصر به فردی است به نام توسعه و نوآوری سازمانی که مورد تقدیر پارک‌های علم و فناوری آسیا و اقیانوسیه اسپا قرار گرفته است. Mr. Dr. Mohamed Karimian, who is chairman of the board and then vice president of ISTT. مدلی که بالاترین سرمایه را اعتماد مشتریان بر پایه کیفیت نوآوری پایدار می‌داند. روابط عمومی و امور بین الملل شرکت بسپار شیمی سپیدان.